سلام تماشابینان گرامی، خلاصه خبرهای مهم 11 آگوست تاجیکستان و منطقه را از پایگاه خبری بامداد برایتان پیشکش میکنیم. شروع میکنیم از یک نگاه کوتاه به سرخط خبر مهم روز در این برنامه. گنرال رحیمزاده دلشاد کراسافچک در کدام تشکیلاتی که نباشد ما او را دستگیر میکنیم. یک تاجیک در لنینگراد به قتل یک هموطنش و زخمی کردن 3 تاجیک دیگر گمانبر می شود. بازداشت 3 جوان تاجیک با اتهام حمله روزانه به منزل یک زن در علمتا. در نیمه اول سال در تاجیکستان 24 کشتار، 25 تجاوز و 1491 قلوبی و 2229 دزدی ثبت شده است. رشته عمر این مادر در دست خیر ما و شماست. نوبهار تویرو و بجروی عاجل نیاز دارد. و اکنون تفصیلات خبرها. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان گنرال رمضان رحیمزاده روز 11 آگوست سال 2023 در نشست خبری وزارت کارهای داخلی پرونده های پرسر و صدا از جمله قضیه ربودن و کشتن معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمتاللویف را شرح داد و گفت سرکرده آدم ربایان دلشاد سید مرادوف در کجایی که نباشد، در کدام سازمانی که نباشد ما او را دستگیر میکنیم. رمضان رحیمزاده گفت این جنایت پرسر و صدا در مدت کوتاه‌ترین اساساً آشکار کرده شد و اثبات گردید که شورت اسمتاللویف ربوده و کشته شده است. وزیر بدون بردن نامشان اعتراف کرد که در حقیقت 2 تن از آدم ربایان در گذشته کارمندان وزارت کارهای داخلی بودند، ولی هنوز سال 2013 از صف مقامات میلیتسیا رانده شدند. قبلا مقامات پلیس مولداوا خبر داده بودند که رستم اشوروف یکی از گمانبران که روز 3 ایون در راه فرار در فرودگاه کشنیوف 2 افسر مولدوان را کشته، خودش نیز بعد چند روز بر اثر جراحت‌های برداشته‌اش جان داد. قبلا 7 سال در وزارت کارهای داخلی تاجیکستان کار کرده است. دلشاد سید مرادوف معروف به لقب دلشاد اسبه که او را حالا سرکرده آدم ربایان نام میبرند نیز قبلا چند سال در چند ساختار وزارت کارهای داخلی و بعد از اینجا رانده شدند. یک مدت در اگنتی مبارزه با کروپسیا و حتی در داستان کل تاجیکستان کار کرده بوده است. در پاسخ به سوال درباره اینکه آیا در حقیقت دلشاد کراسافچک و شریکانش در یکی از پایگاه‌های چویکا واگنر پنهان شدند، رمضان رحیمزاده این را رد کرد و گفت این واقعیت ندارد، اما او افزود که در کجایی که نباشد، در کدام سازمانی که وارد نشود، همکاری ما با همتایان خارجی ما خیلی قوی است. ما همکاری داریم و در کدام تشکیلاتی که نباشد ما آنها را دستگیر میکنیم. داستان کل تاجیکستان اخیرا خبر داد که از تقریبا 15 عضو دسته آدم ربایانی که در ربودن شورت اسمتاللویف دست داشتند تا امروز 13 نفرش معین و دستگیر گردیده. اخیرا بختاور سفروف نام متهم از ترکیه آورده شد. این در حالی است که با گذشت اینک 50 روز از ربودن و کشتن معاون اول رئیس آریان بانک شورت اسمتاللویف تا حال جسد او را پیدا نکردند. بنا به خبرهای رسیده زنازنه خونین شام 7 آگوست سال 2023 هنگام آب‌بازی در کول در کنار شهر پسیولسکی ولایت لنینگراد روسیه در تقریبا 20 کیلومتری شمال و شرقی شهر سنت پترزبورگ که باعث هلاکت یک شهروند تاجیکستان و زخمی شدن 3 تاجیک دیگر شد بین مهاجران تاجیک رخ داده است. مقامات حفظ حقوق ولایت لنینگراد روز 2 آگوست از بازداشت یک شهروند 26 ساله تاجیکستان با اتهام دست داشتن در کشتار یک هموطنش و زخمی کردن 3 هموطن دیگرش خبر دادند. این جوان را تفتیشات یکی از سببگاران زنازنه خونین شام دوشنبه 7 آگوست در لب کول بوگرو در کنار پسیولسک می شمارند. نام جوان دستگیر شده نشر نشده است، ولی گفته می شود که او از سال 2013 در پترزبورگ به سر می برد و در تجارت خصوصی داشت. او را حالا در تحقیقگاه محکم کردند و مسئله بحث پیشکی گرفتنش در دست بررسی قرار دارد. قبلا درباره بازداشت 40 نفر در محل زنازنی در پسیولسک و از کارد و سلاح آتشفشان جراحت برداشتن 3 نفر ساکن 36 ساله پترزبورگ و 2 شهروند 33 و 30 ساله تاجیکستان خبر رسیده بود. بعدا معلوم شد که یک شهروند 43 ساله تاجیکستان که نیز در زنازنی مجروح شده بود جان داده است. روز 2 آگوست رسانه‌های محلی ویدیوی در محل حادثه ثبت کرده یکی از شاهدان را نشر کردند. در ثبت دیده می شود که همه اشتراکچیان زنازنی
در نزد کول بوگرو و با یکدیگر به زبان توجیکی صحبت میکنند. طوری قبلا خبر دادیم شام 7 آگوست سال 2023 در نزد کریر بوگرو و در کنار شمال شهر فسیولسکی ولایت لنینگراد روسیه با اشتراک 2 نفر از جمله مهاجران از تاجیکستان زن و زنی گروهی با کردزنی و تیرپرانی صورت گرفته است. دپارتمنت پلیس شهر الماتای قزاقستان از بازداشت 3 جوان تاجیک با اتهام راهزنی خبر داد. پلیس گفت این 3 جوان سالهای تولدشان 1992، 1995 و 1996 برای نقاب پوشیده به خانه یک جوانزن ساکن الماتا حمله کردند و آرایشات طلایی و تلفن او را به یغما بردند، ولی جبر دیده یکی از آنها را شناخته است. خود این دستگیر شدگان برای شرح قضیه دسترس نیستند، ولی جونبک شیناسیلوف سردار اداره پلیس نویه ژتسو تفصیلات حادثه را چنین نقل کرد: جبر دیده در خانه‌اش قرار داشته، در خانه‌اش گشوده بوده است. نزدیکی ساعت 10 صبح 3 جوان در دست خلطه‌های ورزشی، در او نقاب و در سر کلاه وارد خانه شده با تعدید زورآوری آرایشات طلایی و تلفن موبیلی تمغه آیفون 11 را کشیده گرفتند، ولی جبر دیده در سیمای یکی از غارتگران یک شناس مادرش را شناخته است. در جریان برگزاری چاره‌بینی‌های فوری و جستجویی گمان بر شوندگان دستگیر شدند. آنها شهروندان تاجیکستان سالهای تولدشان 1992، 1995 و 1996 می باشند. همچنین به صورت فوری معین کرده شد که جنایتکاران به محل جنایت سوار ماشین تمغه لادا پریورا آمده بودند. مالهای غارت شده همچون دلیل شیعی به پرونده همراه کرده شد. دستگیر شدگان به حبس گرفته شدند. پلیس از ارائه جزئیات دیگر قضیه به دلیل خلل نرسانیدن به جریان تفتیش خودداری ورزیده است. پلیس گفت برای معاین و دستگیر کردن شریکان دیگر در این جنایت چاره‌ها اندیشیده می شود. قزاقستان بعد روسیه دومین مسیر بزرگ سفر مهاجران کوری از تاجیکستان به شمار می رود. در این کشور 10,000 زاده تاجیکستان کار و زندگی می کنند، ولی درباره موردهای دست به جنایت زدن تاجیک‌ها در قزاقستان گزارش‌ها خیلی کمند. تماشابینان عزیز، یادآور می‌شویم خلاصه مهمترین اخبار تاجیکستان را از پایگاه خبری بامداد تماشا دارید. برنامه را ادامه می‌دهیم. در نیمه اول سال 2023 در تاجیکستان 11612 جنایت ثبت شده است که این نسبت به 12482 جنایت همین دوره سال گذشته 870 جنایت کمتر می باشد. از طرف مقامات کارهای داخلی 5479 جنایت به حساب گرفته شده است. از این 4399 جنایت تفتیش کرده شد که فایز کشوده شوی جنایت ها در عموم 85% را تشکیل می دهد. در نیمه اول سال جاری در جمهوری چنین جنایت ها ثبت شدند: آدم کشی و سوء قصد به آن 24 مورد، قصداً رسانیدن ضرر وزنی به سلامتی 54 مورد، تجاوز به ناموس 25 مورد، سودای آدمان 34، رازنی 5، غارتگری 61 مورد، دزدی 2229 مورد، قلابی 1491 مورد، عواشی 666 حالت، تماجوی 26 حالت، نگاه داشتن از انتقال واسطه های نشدار 328 حالت. همچنین در 6 ماه اول سال 2023 در تاجیکستان 273 عدد سلاح آتشفشان مصادره کرده شده. 1517 نفر جنایتکاران در جستجو قرار داشته دستگیر شدند. امسال 195 عضو تشکیلات تروریستی و اکستریمیستی دستگیر کرده شده. از گردش غیر قانونی 1 تن و 322 کیلوگرم واسطه های نشدار مصادره کرده شده است. از طرف نابالغان و با اشتراک آنها 258 جنایت صادر شده است. از طرف جوانان 1713 جنایت. در نیمه اول سال 492 حادثه راه و نقلیات به قید گرفته شده. بر اثر آن 193 نفر شهروندان به هلاکت رسیده، 514 نفر جراحت برداشتند. همچنین امسال 581 حادثه سوختار ثبت شده. در نتیجه حادثه های ناخوش سوختار به مالکیت دولتی و شخصی شهروندان به مبلغ 9,376,000 سومانی ضرر مادی رسیده است. 18 نفر شهروندان بر اثر سوختار فوت دیدند که از اینا 9 نفر نابالغان می باشند. مرکز مطبوعات کمیته حالتهای فوق‌العاده تاجیکستان 11 آگوست سال 2023
ساعت 2:06 وقت محلی به قسم نوبداری کمیته ولایت‌های فوق‌العاده و مدافع گرجدانی نزد حکومت جمهوری تاجیکستان خبر رسید که در حدود رود دوشنبه در مناطقی که از قلمرو کوچه سعدی شیروزی عبور میکند در یک تخت سنگ سگ در مانده و نمیتواند خود را رها کند. دسته نجات دهندگان ریاست کمیته ولایت‌های فوق‌العاده در شهر دوشنبه بعد دریافت خبر به جای حادثه رسیدند. آنها با یاری تجهیزات مخصوص نجات و عملیات رهایی جانور را از میان آب آغاز کردند. یکی از نجات دهندگان خود را پایین کرد و به سگ امکان داد که از دریا بالا شود. دیگران همکار خود را با یاری بنده که به سمت جای حادثه پرتاب کرده بودند از خطر احتمالی حفظ نمودند. از بس که سگ در مکان خیلی تیزاب دریا در مانده بود این کار نجات را مشکل میکرد، ولی با وجود این امدادگران توانستند این جانور بی زبان را از خطر نجات دهند. نجات سگ و گربه و دیگر حیوانهای در مانده از میان رودخانه ها از جمله این گونه عملیات‌های نجات به شمار میروند. و حالا یک مرور کوتاه به اخبار کریمینالی و حادثه‌های ناخوش روز. 9 آگوست سال 2023 تخمینا ساعت 23 راننده اتومبیل تمغه گاز 53 رجبوف نظرعلی رضایویچ سال تولدش 1978 ساکن نویه 5 هنگام در نزد منزل استقامتیش به حرکت در آوردن اتومبیل بورکشیش پسر برادرش رجبوف عبدالرحمن اسمت اللهویچ سال تولدش 2007 ساکن همان جا را پخش نموده است. در نتیجه نابالغ رجبوف جراحت‌های وزن جسمانی برداشته هنگام به بیمارخانه دسترس نمودند در راه به هلاکت رسیده است. از روی این حادثه تحقیقات ادامه دارد. ضمن برگزار نمودن چاره‌بینی‌های اپراتیوی جستجویی از جانب کارمندان میلیسیا مرد 26 ساله ساکن شهر دوشنبه با گمان صادر نمودن جنایت دزدی دستگیر کرده شد. نامبرده 25 ایول سال 2023 در کوچه زرافشان به طریق پنهانی به اتومبیل تمغه اوپل که به جوان 22 ساله ساکن نویه رودکی تعلق دارد در آمده. از آنجا یک عدد تلفن موبیل تمغه سامسونگ و یک عدد کارت بانکی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانی شده 3200 سومانی را تشکیل می‌دهد. این چنین گمان برشونده 20 ایول سال 2023 در کوچه حمدانی پایتخت با طریق پنهانی از جای به جوان 25 ساله ساکن نویه تاجیک‌آباد یک عدد تلفن موبیل تمغه آیفون و 1000 روبل روسی را دزدیده از جای حادثه غیب زده است. ضرر رسانی شده 8120 سومانی را تشکیل می‌دهد. اوید به این حادثه ها تفتیشات ادامه دارد. این مادری که در عکس میبینید تویرو و نوبهار نام و همگی 46 سال دارد ولی به بیماری خشکشوی گرده ها مبتلا گردیده است. برای شفا یافتن از این بیماری نوبهار تویرو و به جراحی عاجل نیاز دارد. این مادر صاحب 2 پسر می باشد ولی فرزندانش نمی توانند در این روز سخت دست مادر خود را بگیرند و برای جراحی مادرشان کمک کنند، زیرا هر 2 پسرها در صف قوه‌های مسلح خدمت می‌کنند. شوهر نوبهار تویرو و خویشاوندان نزدیک او تا امروز همه دارایی‌اش را برای طبابت این مادر صرف کردند، ولی برای جراحی او $12,000 لازم است. این خانواده چنین مبلغ بزرگ را در اختیار ندارد و از این رو از هموطنان دست به خیر کمک می‌خواهند. خواهر نوبهار راضی شده است که باعث دانور به او کمک کند و تشخیص‌های انجام داده شده هم نشان دادند که گرده او به بدن خواهرش درست می‌گیرد. حالا هر 2 اپا و خواهر در شهر تاشکند در شفاخانه قرار دارند و چشم امید به سوی هموطنان دست به خیر خودند و مطمئنند که مردم تاجیک که با سخاوت و جوانمردی خود نام برآوردند برای نجات جان این مادر کمک خود را دریغ نخواهند داشت. آنهایی که می‌خواهند برای طبابت این مادر کمک کنند میتوانند به این رقم کارت اسپربانک یاری خود را انتقال دهند. 220 015 405 5139. این کارت اسپربانک به نام فرزند خواهر نوبهار تویرو است، همانی که گرده خود را به خواهرش میدهد. برای معلومات بیشتر میتوانید به صاحب جان با این رقم تماس بگیرید. 7 923 616 1217. تماشابینان عزیز و گرامی، این بود مرور به خلاصه چند خبر مهم امروز تاجیکستان. خبر و گزارش های بیشتر از تاجیکستان و درباره تاجیکستان و اطراف آن را در سامانه پایگاه خبری بامداد در این نشانه
پیگیری نموید. www.bomdod.com. خوش باشید.